السلام علیکم دولای محترم. اگر انسان آرزو و هوس بای شدن داشته باشد یا دعا کند، او را خداوند بای میکند یا نمیکند؟ پیغمبر خدا در حدیث های مبارک میگوید کل شیء بقدر حتی العجز والکیس. همه چیز به تقدیر وابسته است، حتی زیرکی و حتی گویم سادگی آدم هم. بعضی آدم ساده می شود، همون به تقدیر وابسته است. بعضی آدم زیرک می شود، همون هم در تقدیر زیرکی بوده است. حبیب خدا گفتن وقتی شما 4 ماه در شکم مادر هستین، 4 چیز ملائکه ها می نویسند. یکم چیزی که می نویسند ریسک تو را بای می شوی، اگر نکشیده باشد بای نمی شوی. چیزی که در تقدیر، این را به آرزو و به هوس پیدا کردن ممکن. حضرت ابوبکر صدیق گفتن 3 چیز از 3 چیز یافتن ممکن نیست. 3 چیز را از 3 چیز یافتن نمی شود. یکم گفتن جوانی را برنگ و بار. یک آدم 50 و 60 می رود، بعد دیگر ریش پس می تراشد و موی سر سیاه می کند و بعد کستون و بروکای بهترین همون توفلی های قیمت هم می پوشد. 1000 که کند جسم تو را پیر است. تو ظاهرت اگر چنده که نوام باشد، تو را داخلت کهنه است. رهگردی تو را نشان میده تو پیر هستی. حضرت گفتن با رنگ و بار آدم جوان نمی شود. هر جوانی که از این جوانی را خدا خودش بی رنگ و بار زینت دادگی هست. برای همین 3 چیز را از 3 چیز یافتن نمی شود. دویمش چی است؟ گفتن تن صحت را به دارو پیدا کردن نمی شود. یک بار سلامتی را از دست بده، 10 اگر کورس نیچینی بگیر دیگر فایدت نمی کند. یک دم یک نابود می شود، لیکن باز اون جا در من باقی ماندگی هست. اون چیزی که خداوند اون بهترین سلامتی را که در اول داده بود وقتی که از دست رفت دیگر وای برقرار به دارو نمی شود. سوم گفتن بایی حضرت ابوبکر به هوس و به گویم خواهش پیدا نمی شود. یک آدم بایی میبینی همه شرایطاش بهترین و بعد هوس خوری که ای بایی را ببین چی گونه است. گفته اگر 1000 هوس که خوری تا در تقدیرت الله بایی را نکشیده باشد بای نمی شوی. برای همین اولا دادر عزیز گویم اگر مقصد من خواهی بایی را طلبم نکن. انشاءالله همین خداوند به تو آنقدر مال دهد که تو همین طلبنده نباشی، در بدر نباشی، خار و زار نباشی. همونش انشاءالله برای تو بردباری میارد، همونش کفایت کننده است. همین آدمای بایی که میبینین بهترین لباس و بهترین ماشین و بهترین خانه دارن، فکر میکنین که یگان پرابلم ندارن. اونا خیلی گویم باز خیلی سرگردانی هاشون زیاد است. برای همین میلش ما هیچ وقت مثال بایی را گویم طرفدار نیستیم، نه، بلکه این خداوند دادی خداوند است. یک کس بای میکند، یک کس کم بغل میکند که خوش به حال همون بایی که از همون دولت و سهولتش دیگرها را برخوردار میکند، خوش به حالش. بسیار نیک است همون بای هایی که اگر در کدام محله که بای زندگی داشته باشد و همون محله از حساب آب و نان او برخوردار باشد، خوش به حالش. لیکن بای ممسک باشد، بای بخیل باشد، بایی که کسی یک تنگه او را نبیند، این بایی دردی سری وای از باور کنید. این بایی با او هیچ فایده نمی بخشد. یک قصه یادم آمد، در گلستان خوانده بودیم. یک کمبغل بیچاره میگوید نزد حضرت موسی آمد و گفت ای موسی، گفت همین کمبغلی بسیار افگارم کرده است، آخر دایم همین خوردنی نسک و نخود و چند دیگر طاقت نداریم. گفت بگذار پروردگار بایم کند، آخر از گوشت گوسفند و از تمام این بهترین طعام هایی که دارد برخوردار شوند. حضرت موسی گفت ای بنده خدا، گفت همین حالی که داری بسیار حالت خوب است. گفت ای گفت دعا کن، دعا کن، گفت که مرا پروردگار به دولت کند
دعای پیغمبرها تیری در نشان رسیدگی هست. حضرت موسی دعا کرد که پروردگارا گفت همه بنده تا به دولت بگردان. میگوید چنان با دولت شد که دیگر هیچ حد کنار نداشت دولتش. از من 3-4 سال گذشت. این برادر در آخر از ما طلب کرد از دعا کن که دابلا من بای شوم. کسی بود از خیلی از من دعای حضرت موسی را بینو این حال این مرد ببین چی شده است. برای من دعا میکنم که خدا ترا رزق کفایت کننده دهد. از من 3 سال گذشت. میگوید حضرت موسی با یک قشلاق گذر میکند که مردم زیاد جمع شدن. گفتن اینجا چی معرکه هست؟ یک آدم اگه در دار میکشن. در دار میکشن؟ بله. کی است این آدم؟ این آدم یک آدم بیچاره گدا بود. نزد حضرت موسی رفت دعا کردن. اون چه پیغمبرها را نمیشناختن مردم. نزد حضرت موسی رفت. حضرت موسی در حقش دعا کرد. به دولت شد. بعد که دولت و سهولت زیاد پیدا کرد در حال دستی به زنا زد. عرق نوشی کرد و زنا کرد. در بالای زناش دستگیریش کردن. امروز حکمی به دارش دادن. آی بایی هر کس هم نمی پروره. خداوند میداند که کی را بای کند کی را کم بغل کند. همه جسم ما را میداند که تا چه اندازه ما تاباوریم. آیا همین جسم ما تاباوری بایی دارد یا ندارد؟ و الله میداند اینه. بعدن حضرت موسی بسیار غمگین شد. نگاه کرد که این مرد را که دعا داده بود برداشتن و در گردنش بنده و در دار کشیدنش. غمگین شد. میگه حضرت سعدی میگه که یک ندای آمد به گوش حضرت موسی که با یک طریق نظم که از جانب پروردگار که آن کس که توانگرت نمیگرداند اون مصلحت تو از تو بهتر داند. ای حضرت موسی پروردگار از تو در دیده بهتر میداند که کی را بای کند کی را کم بغل سازد. الله این نقصتر میداند. گویم تو دعا کردی و امروز انا بنده خدا را بین در کدام حالت آمد. و برای پروردگار مشورتچی و مصلحتچی لازم نیست. الله خودش میداند چی کار کند. در دوام گفت گربه مسکین اگر پر داشتی تخم گنجشک از زمین برداشتی. این گربه را گفت پروردگار گفت ای موسی نگاه نمیکنی چرا پرش نمیتیم؟ این پر ندارد. با بازم بی پریه که هستی دارد در زمین گویم که گنجشک از داشته میگیرد. وقتی اگر این را ما پر میدادیم در آسمان دیگر پرنده نمیماند. آن دو شاخ گاو اگر خر داشتی آدمی را نزد خود نگذاشتی. اگر ای موسی این خرابین با این به شاخیش آدم نمیماند نزدیک شود. اگر باز 2 شاخ دیگرش میدادیم از پیشم هجوم به آدم میکرد از پسم به پایهاش میزد. برای همین پروردگار هر یک چیز میداند که چی گونه آفرد. برای همین دادر عزیز ما در حق تو دعا کردن نمیتونیم که خدا تو را بای گرداند. لیکن خدا دعا کن از پروردگار. اگر بسیار حوث بایی را داشته باشی دعا کن انشاءالله پروردگار تو را ناامید نمیگرداند. اگر بسیار حوث مالدار شدن داشته باشی. لیکن یک حدیث از پیغمبر خدا هست که ان الله لا ينظر الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. پروردگار در جسم نظر ندارد. جسم تو تا چه اندازه بلند است پهن است نگاه نمی کند. پروردگار نگاه نمی کند چقدر تو مال داری، بلکه الله در عملهات نظر می کند. الله در دل تو نظر می کند. ان الله یعطی المال من یحب و من لا یحب ولكن یعطی الایمان الا من یحب. خداوند مال می دهد گفت پیغمبر خدا چی دشمنش باشد چی دوستش باشد
هر کسی باشد مال میدهد، لیکن ایمان پروردگار فقط دوستاش میدهد. السلام علیکم اکای دوملا، چند سوال دارم. یکم، بعد گرانیدن مرده دلیل میمانند برای مرده، این جایز است یا نه؟ جایز نیست. یعنی بعد وقتی که از خاندان ما و شما خواه پدر باشد، خواه مادر باشد، خواه کدام اولادی نباشد گوریستان میبرین، بعد او در همون جایی که وی شستن، بسیاری اینا بسیارتر در همین سکسیه هایی که مردم زندگی میکنه، بسیارتر در همون جا که در خانه که میشویند، در همون جای شستن شمها گریان میکنن. این از ما نیست، این از نصرانی ها هستن. آخر در ما و شما دلیل ماندن آدم گناهگار میسازد. این دلیل بهر چی میگذاری؟ این چی معنی دارد؟ دلیل تو فقط این است که 2 رکعت نماز در حقمون پدرت است، مادرت است خوان، 1 ورق قرآن خوان. این از دلیل مردم مسلمان. شمگذاری و دلیل گذاری این حرام است در اسلام. آیا علم دنیا ضرور است یا علم اسلام؟ ما گفته بودیم که علم دنیا هم علم خدا هست، علم آخرت هم علم خدا هست، همش علم خدا هست، هر دوش ضرور است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما آن کسی است که قرآن میخواند و قرآن با دیگرها تعلیم میدهد. لیکن در داخل قرآن ما علم دنیا هم وجود دارد. مردم به علم دنیا پروردگار میخواند. از این خاطر این سوالهای دیگر علم دنیا باید در بین مردم ما دیگر هیچ وقت صدا ندهد که علم دنیا گویا که علم نادرکار باشد. باور کنید این خیلی پس بودن ما و شما را نشان میدهد، تحقیر کردن همین دین اسلام را نشان میدهد. کسی که گوید علم دنیا این علم بیکاره و علم باطل و علم کافر است، این گونه سخنها میگفتند. با یک آدم خیلی گویم با سواد وقتی که یک جا نشستیم باید گفت که من شرط نیست نامهاشو نگیرم، من از فلان آدم ناراضی هستم. گفتم برای چی ناراضی؟ گفت وای ملا بوده است. باره گفت با یک انسان نگاه کردم که با زبان روسی سخن میراند. گفتم با زبان روسی سخن راندن این ثواب است، زبان دانستن این ثواب است. گفتن نه. گفتم بلکه زبان دوزخی ها گفتن زبان روسی هست. این در یگان پارچه همین کتاب فارسی خوانده است، اون کدام دشمن اسلام نویسانده است، این بیچاره برای خودش دلیل کرده گشته است که زبان روسی را دانستن گناهگار می شود آدم. امروز هم ما و شما قریب که سفری به دولت‌های روسیه داریم. اگر زبان همون دانی تو، آیا برای تو کار سبک نمی شود؟ و برای چی گفتن که زباندانی جهاندانی است؟ اگر امروز شما حج می روین به مکه مکرمه، اگر زبان عربی را دانین میدانین چقدر سبکی برای شما می شود. امروز باید ما و شما تبلیغ کنیم، فرزندهامون تمام شرایطاشون مهیا گردانیم که امروز زبان عربی، زبان انگلیسی، زبان تاجیکی و زبان روسی را از خود کنند. حتمی و ضرور است. اینا به نهایت ضرورند و در این مسئله خیلی کوشش کننده باشیم. اگر خواهیم همه شما، من باوری دارم که همه شما امید داریم که فردا از همین بچه هایی که داریم راحت بینیم. اگر خواهید که راحتی بچه هاتون بینین، امروز در خواندن اونا بسیار با دقت باشین، بسیار با دقت باشین. همه آن چیزی که برای او مکتب او گرفتن علم دنیای او ضرور است تأمین کنین. حضرت مولوی رومی خدا رحمتش کنه گفت گر حال نیک خواهی فرزند را همیشه آموزش ای برادر
قرآن و خط و پیشه. میخوای که حال فرزندت خوب شود، میخوای که همین بچه تو از تلبیدن و از خار و ذلیل و از گویم یک کارگر عادیه که در دست ملت‌های دیگر کار میکند خلاص شود. میخوای گفت اگر خواهی که بچه تو از این گونه حالتهای وزمین خلاص شود و خدمتگاری در تو شود، گویم زندگی تو را پیش میبردگی شود، فرزند سه چیز آموز: قرآن و خط و پیشه. قرآن خوانش کن، بعدا خط خوانش کن، یعنی مکتب خوانش کن. پیشه که یگان کسب را بیاموزش، یک کسب را برای او بیاموزان، چی کسبی که نباشد. در دوام گفتن زیرا که پیشه باید روزی که کار افتد، چون پیشه نداند بیل و کلند و تیشه. گفتن پیشه را بیاموز بچه تا، یگان کسب برای او بیاموزان، مهنت کن. اگر مادام مهنت نکردی و بچه را کسب ناموختی، این حالت در دستی او بیل و کلند و تیشه دی. چون خط نداند یا پیشه نداند، پس گاو و خر چراند در کوه و در و پشته. حضرت گفتن مادامی که خط خوان نشد، علم دنیا را هم نگرفت، کسب و کارم نآموخت، قرآن خوان که نشد، این حالت در کوه یا پادبان کن، در همون کوه و در و پشته پادبانی کرده گشتن گیرد. برای این بسیار امروز ما و شما باید که کوشش کننده باشیم، علم دنیا نگوییم دیگر، همش علم اسلام است. علم دنیاش هم، علم آخرتش هم، همه اینها از قرآن ما و شما هست. همه ما و شما باید خواننده باشیم. من در یک جمعه گذشتم گفته بودم که این دلیل دارد که چی فرزند ما در مدینستود میخواند، چی بچه ما در مفتیات درس اسلامی میگیرد، در ثواب برابر هستند. امروز جامعه ما اگر به طبیب آند آیا خراب نمی شود؟ برای همین از همه مهم برای ما و شما امروز که فکر همون آینده فرزندهامون الحال کنیم، مکتب خوانشان کنیم، در مکتب ها فعال باشند، همه آنچه که لازم است تأمین کنیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. اولا از خدای تعالی دعا می‌طلبم که عمر شما را دراز و پربرکات گرداند. و من سوالی دارم به شما. ما در محله همون مسجدی داریم که در مسجد کدام وقت خواهند نماز میخوانند، بسیار وقت نماز شام و خفتن میخوانند. ملای داریم که ملای شیربرینج است، وی امامتی میکند، سوره ها را با تجوید و با ترتیل قرآن نمیکند. خلاصه من راضی نیستم از او. وقتی نماز اگر از مسجد اگر از مسجد از آن گویند، من میتوانم که نمازم را در خانه خوانم. خواهش میکنم حتمی جواب گردانید. البته مثال اگر پیشوایی که گویم که آیت های قرآن درست نخوانند، آخی پیشوایی افسوس که امروز برای پیشوایی مردم تلاش دارن و لیکن برای آن مسئولیتی که امام دارد و حس نمی کنند. تلاش برای ملا امامی دارند، میخواهند که ملا امام شوند، میخواهند که مردم همچه بابای ملا گفته حرمتش کنه و لیکن بیچاره خواهش نداره که علم گیرد. و تو همه وقت اگر خواهی که تو را بابای ملا گفته و این محراب تسلیمت کنند، تو علم آموز، تو قرآن با درست خوان، درستتر خوان، از علم آگاه شو، مایلش آکه محراب نصیبت کند. یکی وقتی که میبینی بعد رمضان نزدیک شد، بعد یکی ملاها از هر جانب پیدا شده اند میگیرند. برای همین میبینیم که کدامش نادرست میخواند، کسی غلط و خطای او را گرفته میتواند، از پس او نماز خواندن درست نمیشود. برای همین شما در خانه نه بلکه در دیگر مسجد رفته نماز تان خوانید. محرابا هم گوییم که قریب که امروز باور که صاحبای خودشون ندارن. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. یک سوال دارم. اگر در وقتی پیشاب کردن آب همون از پشت مرد میریختگی ریزد،
با پیشاب این به زنا داخل می شود یا به غسل جنابت؟ التماس با این سوال من جواب. نه، این نه غسل جنابت می شود نه زنا می شود. وقتی همون آبی که از آدم جدا می شود با همراه پیشاب یعنی در زمین می ریزد، این نه غسل مثال برای تو فرض می گرداند نه این حکم زنا را دارد، بلکه این یکم بیماری هست که در وجود تو پیدا شدگی هست. این سبب نه زنا است نه غسل جنابت. این در بسیار مردها می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم حاجی محترم، خدا شما را و تمام مسلمان های روی دنیا را در پناه خود نگه دارد، آمین. داملای عزیز، من یک سوال داشتم. من قریب که نیم ساعت در حاجت خانه خود را خاک کرده طهارت کرده، وقتی که من نماز را نیم میکنم از مخرج پیشاب میچکد. این حالت در هر یک نماز رخ میدهد. من در هر یک نماز طهارت میکنم. آیا نمازهای من درست است؟ این طی 2 سال است مرا ناراحت میکند در نماز خواندن. چه مصلحتی میدادید؟ خدا یار و مددگار شما باد. در آخر در حق فرزند من دعا کنید تا که حافظ قرآن و مثل شما پیشوای خوب و حقیقت جو باشد. یعنی این برادری که بیمار است، این سلسل باول میگوید، همیشه پیشابش میریزد، اینا در هر یک نماز طهارت نو میکنن. اگرچه در وقت همون نماز خواندن هم که چکیدن که گرفت تو نماز تا خواندن بگیر نمازی تو درست است. این وضوی معذور میگویند، یعنی طهارتی که عذرناک است. به این خاطر اجازت است که در همون حالت نماز هم که اگر پیشابش چکیدن هم که گیرد نماز تا خواندن بگیر، نمازی تو درست می شود. خدا فرزند تو را حافظ قرآن و عمل کننده در قرآن گرداند، آمین و رب العالمین. سوالای زیاد موندن. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی مرزا، شما فخر تاجیکستان ما هستید، خدا نگهبانتون باشد. ما یک گروه دانشجویان دانشگاه شهر قرغان تپه هستیم. ما از شما پیش از همه دعا خواهانیم تا که خداوند سبب گرداند دعای شما را و شفاعت کند ما را. و سوالی داریم به شما. شبانه پیش از خواب مستحب داشته باشید و آن شب به حاجت خانه نارفته خواب کنی. سحر از خواب خسته طهارت دست و روی بکنی. نماز خواندن، جنازه خواندن قرآن و غیره جایز است یا نه؟ خواهش میکنم با سوال ما جواب گردانید و دعای خیر در حق ما کنید. این برادرای دانشجوهای قرغان تپه بود است و گفتن که شب مستحب میکنی. خیلی با دقت باشین، همین مسئله را یک بار دیگر برداشته بودین. شب طهارت کردین، مستحب کردین، آنچه که در وجود شما بود دور کردین، یعنی خلاص پای به طهارت خواب کردین. یا اگر طهارت هم که نداشته باشین مستحب کرده خواب کردین. سحر وقتی از خواب بیدار شدین شما دیگر میل اگر به حاجت خانه نداشته باشین شرط نیست که دیگر استنجا کنین، شرط نیست، فقط دست رو کنین، رفته نمازاتون هر عبادتی که از خواندن گیرین جایز می شود. فهمیدین؟ فقط استنجا را در حالت کنید که از پیش و پس چیزی براید غیر باد. اگر بادم که براید این حالت ده استنجا شرط نیست، استنجا شرط نیست، فقط طهارت دست رو کنید. با برآمدن باد استنجای شما نمیشکند، لیکن طهارت دست رو کنید. دست رو گفته باقی مانده اعضاهایی که دست رو و دیگر هست، پای و همش شویه. همین مسئله رو خیلی با دقت باشید. همون عبارای مختصرم الاستنجاء من کل حدث غیر النوم و ریح. ببین استنجا را کنین در همه حالت مگر در 2 حالت، بعد خواب یا بعد برآمدن باد. شما استنجا نکنید گفتن. مقصد الحال شما جمعه را میخوانید طهارت دارین، میرین خواب میکنین. خواب که کردین برای نماز عصر باید چیکار کنید؟ وقتی اگر حاجت خانه که نرفتی باز یک دست رو کو برای خاطر خوابت برده بود، یک دست روی دیگر کن آمده نماز خواندن بگیر. شرط نیست که دیگر تو بین پات شویی، شرط نیست، لازم هم نیست، حاجت هم نیست.
یا بعد مثال جمعه اگر باد شما برآمد برای نماز عصر آمدن یک دست رو کنیم بس، دیگر استنجا نکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله جمعه آینده از فضیلت های این ماه مبارک خدا خواسته باشد با پررگی من شما را خبر میدهم. اگر ما و شما صحت و سلامت و در حیات باشیم. اینجا دعا کنید، گفته در حق مادری که فرزندش بیمار است دعا طلب 5 سامانی دادن، در حق آنهایی که در صندوق خیریه صدقه میکنند، و در اینجا در حق بابای پیر نظر که ویم دعا طلب کرده است و اینجا یک مکتوب دراز هم نویسانده است. یک مسئله دیگر به سمع شما رسانم که فراموش نشود، علال خصوص به برادرهایی که سوداگر هستند، جوانای عزیز و برادرای مهربان، اولا که در ماه مبارک رمضان اگر مبادا یگان گوییم که خیانت و یگان در حق ترازو حق یک برادر خوردن که از ماه رمضان 100% تو در ثوابش که محروم هستی. لیکن دوم این که در تمام دولت‌های اسلامی وقتی رمضان می شود مردم مسلمان همه وقت مال و اسباب و انجام قیمت نمی کنند. هیچ وقت ارزش گوشت و ارزش روغن و دیگر چیزهایی را که مردم به او احتیاج دارد ویا بلند نمی بردارند مگر در همین ملک ما و شما که ماه رمضان شد مردم می داند که اکنون می خرند بازم این تاجایی که ارزان کند که برادر مسلمان روزدار است استفاده برد، برعکس نرخ او را در بلند می بردد. در این البته با احتیاط باشین. گذار که اگر تو مثال بگیم این قدر جوان دلیر و با غیرت ایماندار باشی، همین یک ماه از درآمدت گذر، اون قدر گپی نیست. اگر درآمدم بینی که یک کم درآمد بین دیگر شب ببخش به خاطر ماه مبارک همون نرخاتون در آسمان نبردارین. این باور که یک بیرحمی و بی انصافی نسبت یک برادر مسلمان من می شود. ما کی را مثال ما با کی جبر میکنیم؟ به همون برادری که وای بیچاره 5 وقت نماز دارد یا دهان روزدار دارد، همون در جبر میکنیم. ما و شما نرخامون در آسمان برداشتگی برای چی؟ میدانیم که وای میخرد. ماه رمضان یک ماهی است که حتمی گوییم که وای بیچاره ضرور است که باید خرد. برای این بسیار در همین مسئله هم چه برادرایی که گوشت فروش باشن چه روغن فروش که اینا چیزایی هستن که برای روزدارا خیلی مهم و ضرور است. در همین ماه مبارک نرخ‌ها را نبردارین که به خدا قسم به انصافی می شود. شما به رحمی و به انصافی خطان نشان می دهین. برای یک شاید این یک مدت اگر $100 شاید $200 فایده دی از روزدارا، لیکن او پول فایده نیست. آن پول جبر میگویند. تو جبر کردگی هم $200 را یافتگی هستی. شاید باز از خدا یگان مشکلاتی میارد که با $200 هم جانت خلاص نمی شود. برای همین خیلی در همین ماه رمضان با رحم باشین، با انصاف باشین. انشاءالله بسیار کوشش کنین که بعضی از یک سامان و نیم سامان و مثال دیگری که باشد گذر کنین، خدا شما را ثواب می. در ماه رمضان در دولت‌های اسلامی ماشین دولتداراش آمده خیر احسان تقسیم میکنند. امروز ما مردم که قوتی وارم که نداشته باشیم اقلا همون نرخامون در کمتر انصاف کنید. در همین ماه مبارک انصاف کنید. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. خداوند خاتمه کار همه ما بندگانش را به خیر بگرداند و تا جمعه دیگر خدا این جمعیت ما را در حفظ امانش نگه دارد. آمین و رب العالمین.